حوزه های باشد و اقمارشان قلوب و افکار ما و شما را از آن پاک و مبرا نگه دارد. در این شبستان تاریک چون این چیزی ممکن نیست مگر با رفتن به سوی قرآن، با پناه بردن به خداوند و بس، و پناه نبردن به هیچ چیز دیگری، همه چیز رها کردن و رفتن به سوی خداوند. این است معنی لا اله الا الله. در شرح بهترین سخن جلسه دوم را میگذرانیم روی آیه شریفه 17 و 18. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه و تفسیرش را. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بدادند خود شرح آن سرگذشت که رفتیم چون سوی صحرا و دشت. دویدیم ناگه به یک سوی بر، ببینیم که میرسد زودتر. به جا ماند یوسف ولی آن کنار، که ما اندر آنجا نهادیم بار. بیامد یکی گرگ او را درید، که خود گوش ما بانگ او را شنید. بگوییم حق ارچه بی کم و کاست، نیاید تو را باورین حرف راست. یکی پیرهن غرقه در خون تر، نهادند در پیش چشم پدر. یکی پیرهن غرقه در خون تر، نهادند در پیش چشم پدر. بگفتا که این کار منحوس و ترد، به چشمانتان نفس زیبا بکرد. کنم صبر در این مصیبت گران، کند یاری من خدای جهان. بگفتا که این کار منحوس و ترد، به چشمانتان نفس زیبا بکرد. کنم صبر در این مصیبت گران، کند یاری من خدای جهان. نگفت که امامزاده یاری من میکنه، فلان جد بزرگوارم یاری من میکنه، بلکه به خدا پناه برد، مثل هر مؤمنی که برسد که خودش پیغمبر است. ببینیم که چطوری فرزندان یعقوب، برادران یوسف، به خاطر حسد، به خاطر کینه، به خاطر دنیا بر پدر بزرگوارشون که پیامبر است دروغ میگویند. و سرانجام را ببینیم که یوسف به کجا رفت و اونا چطوری پیشش به گدایی رفتند. جوجه را آخر پاییز میشمرند. ولذا یوسف رو در مهنتش میذاریم در ته چاه و بدون شک اون چرا که خداوند در قلبش انداخته با وحی که براش فرستاده بر یوسف نورس، کودک 9 ساله 11 ساله، اونس میگیره. دلها دست خداونده. هنوز در چاهه لیکن منتظر فرجه، منتظر فرج از خداونده. از چنین داستانی که قرآن اونو درست میکنه
شاگردان کلیسا و کنیست و آتشکده در لباس تشیع، در لباس فریب و نیرنگ، در لباس مکر و دجل یک امامی درست کردند برای کوران و کران به نام امام زمان که هرگز از مادر متولد نشده، نه کسی او را دیده، نه قرآن ازش حرفی زده. 100 میلیون 110 میلیون شیعه را باش فریفتند. یوسف هم خودش به اختیار خودش نرفت ته چاه، برادرانش انداختنش. اما این مترسک چرا رفته؟ از عباسیان میترسه. بابا عباسیان تمام شدن رفتن، هنوز خبر نداره. کرم یک از سرداب سر بلند کنه آخونده پدرشو در میارن. برای که این دکان رو باز کردن تا برای ابدالآباد مردم بدوشند، همچنان که وقتی که در دوران ساسانیان موبدان همین کار رو میکردن. روحانیت مسیح با مسیحیان همین کار رو کرد، روحانیت یهود با یهودیان همین کار رو کرد، به اسمای دیگه. فقط به هر حال یوسف رو ترک کنیم تا ببینیم که برادرانش با این جریمه‌ای که انجام دادند، با این جنایتی که انجام دادند، پیش پدر دلریششون چطوری میرن. این کینه‌ای که درشون بود حتی نتونستن دروغشون هم به درستی بگن. اگر یه خورده اعصابشون آرامتر می بود چون این کاری نمی کردن، چون دروغ نمی گفتند از بار اول. بخصوص که پدرشون اجازه نمیداد که یوسف باشون بره، لیکن با عجله، و عجله همیشه شیطان همراهشه، صبری نداشتن، برای که فکر میکردند که دیگه همچین فرصتی دستشون نمیاد. ولذا به مجرد اینکه یعقوب علیه و نبینا السلام یک بهانه‌ای را آورد که نکنه گور بخوره، فوری اینو چاپیدن. دیروز پدر شما رو گفت که به شما هشدار داد که مواظب باشین گرگ نخوردش. اونا هم به شدت نفی میکردند، حتی مسخره میکردن. مگه ما بچه ایم؟ ما اصبه هستیم، ما جوانیم، ما قدرتمندیم. چطور روز بعدش رفتید و گرگ خوردش؟ همون گرگی که پدرتون شما رو برزر میداشت. با چنین دستپاچگی، با چنین عجله‌ای پیراهن یوسف را خونی کردند و با دروغی که به شیطان یادشون داد، که حتی این دروغ هم ظاهرش مشخصه که دروغه، یعنی هیچ عاقلی رو فریب نمیده. و جاءوا اباهم عشاء یبکون. خودشون هم میدونند که این دروغ محکمی نیست، یعنی ریشه نداره، پا در هواه. هنوز اینها شیطان امامت و ولایت و 19 تقیه و اینا رو درست نکرده بود که چنان دروغی رو بهشون یاد بدن که گویا راست میگیم، گویا نقل و نبات میخوره، مثل آخوندهای امام تراش. ولذا انسانی که در شک و تردیده، در عربی یک مثالی هست، میگن کاد المریب و ان یقول خذونی. انسان دوست که راه میره چطور این ور اون ور نگاه میکنه؟ همش انسان مشکوک، نزدیکی که با رفتارش بگه که من فلانیم، منو بگیرید. ولذا هی میگفتن و ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، تو باورمون نداری اگرچه با راست بگی. یعنی حرف ما رو باور نمی کنید، آنچه که ما میگیم تو اطمینان نداری، بلکه خودشون به حرفشون اطمینان ندارن. یعقوب از دلایل حال و از دلایل مقال از یک طرف و از ندای قلبش، قلب مؤمن، راست میگه.
فهمید که نه، این حرف درست نیست. یوسف گرگ نخورده. اینا توطئه‌ای چیدن، یه قصه درست کردن، یه نمایشنامه درست کردن، مثل نمایشنامه امامتی که بعدها همون بنی اسرائیلیان به بنی اسرائیلیان مسلمان یاد دادند، یعنی امام تراشان. و بهشون گفت که خیر، نفستون به شما چون این چیزی رو یاد داده، چون این منکری رو یاد داده، نفستون شما را فریب داده که چون جریمه رو مرتکب بشید، لیکن اون صبر میکنه، فضا و جزا و فضا نمیکنه، شکوا نمیکنه، استعانتش به خداونده. از این دروغ هایی که شما میگید، قال بل صبرت لكم انفسكم امرا، نفستون یه چیزی براتون تراشیده، فصبر جمیل. نگفت یا حسین مدد، یا علی مدد، یا امام زمان مدد، یا کوفت زهرمار مدد. فصبر جمیل. برای خداوند فرموده که واستعینوا بالصبر والصلاة، از صبر و از نماز کمک بگیرید که هر دو به سوی خدا میبره، نه از هندل زدن و شعائر جاهلیت زنده کردن و شیطان رو راضی کردن، کاری که روحانیت دجال و فریبکار به نام حسین انجام میده. فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. صبر نیکو پیشه میگیرم و از اون چه که شما میگید من به خدا پناه میبرم. فاکله الذئب، گرگ یوسف خورده. اینم خون یوسفه. بفرمایید. و ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، لیکن تو ما رو باور نمی کنید. از کجا میدونی باور نمی کنی؟ برای خود تو باور نداری. راستی یک نوری داره، دروغ یه ظلمتی داره. انسان دروغگو قبل از هر کسی دیگری توازنش به هم میخوره. خودشون میدونستند که دروغ میگن، لذا ناخواسته همین احساس رو به پدر منتقل کردن. و ما انت بمؤمن لنا، یعنی چی؟ این حرف دلیل بری که شما خودتون به حرفتون باور ندارید، نه تو ما رو تصدیق نمی کنید. یعنی چی؟ یعنی که شما دروغگویید. ورزه این کاری که این عملی که انجام دادن دلیل بر علیه خودشونه، لیکن ناخواسته، نادانسته. و جاءوا علی قمیصه بدم کذب. بله، میگه اگرچه ما راستگو باشیم لیکن تو ما رو باور نمی کنید. چطور که اگر حقیقتا دروغگو باشیم؟ یعنی معنیش اینه دیگه. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق. نستبق یعنی مسابقه میدیم، رفتیم برای مسابقه. الف سین و تا دلالت بر طلبه، یعنی مسابقه دادن بر چیزی که آدم میخواد برنده بشه. و تعبیر از بیان یک برندگی در یک حرکته، در یک بازی که کی از کی جلوتر میره، کی از دیگری میبره. دو نفر در دو مسابقه میذارن، یکی میبره. یا مسابقه میتونه به وسیله یک تفنگ باشه مثلا، یا تیر کمان باشه، هر چیزی، فوتبال باشه، والیبال باشه. میدان های متعدد داره مسابقه. و این مسابقه که اونا گفتن مسابقه حلالی بود، گفتیم ما رفتیم مسابقه بیدیم در صحرا و اینا اصباحتند فرزندان یعقوبند و مانعی نداره که انسان بازی کنه، لیکن این بازی به شرطی که اون از واجب باز نداره، از وظایف باز نداره. و چه بازا که این بازی در آینده اون رو در امور جدی کمک بکنه.
وقتی با دشمن روبرو میشه چه بسا کمکش بکنه. بازی درست اونه که انسان از عبادت باز نداره، برعکس لهو. برعکس لهو، هرچی که انسان از عبادت و واجب خودش باز داره اون لهو و لعبه. و اونا گفتن و ترکنا یوسف عند متاعنا. خب ما یوسف رو پیش کالایمون گذاشتیم، پیش اساسیمون گذاشتیم. این اولین مخالفت با قرارداد با پدره. پدری که اجازه داد که یوسف خارج بشه، بعد که گفتن که ارسله معنا غدا یرتع و یلعب، بفرستونه با ما فردا که بازی کنه، بخوره، بنوشه. و گفتن که انا له ناصحون، ما نصیحتگر شیم. نگفتن که با مشت لگد میزنیمش، میندازیم بمیرد که پدر مادر دور بشن، از دوش میذاریمش زمین و هی میدمانیمش و بعدم میندازیمش تو چاه. بعدم گفتم انا له لحافظون، ما حافظشیم. خب شما اونو گرفتی با خودتون که ببریدش با شروط که گذاشتید بازی کنه، برادرتونه، بخوره، بنوشه، از میوه هایی که اونجا هستش حفظش کنید. یا که شما بردید که نگهبان اساسیاتون باشه. این اولین اخلال به شرط. البته دروغگو حافظه نداره. در عربی مثالی هست میگن که اذا كنت كذوبا فكن ذكورا. اگه میخواید دروغ بگید خدا نکرده، خب حافظت قوی باشه. این اولین دروغ، شرطی که پدر کردند و یکم تر قولوا خذوني مشکوک ناخواست شلو له الذئب وما انت ولو كنا گرگونو خورد. هیچ کدوم شما رو نخورد، همونو خورد. کنید اگرچه ما راستگو باشیم. باورش نمیشه. کلمه آمن، این کلمه یا خودش من هم باب آمن بی، آمن به یعنی میشه در اون چی که گفته کرد. متهم باشیم که خودشون میدونن دروغ میگن. این راست نباید میامد. اینی طوری بدونن دروغ، طوری با دروغ اساسی بنویسن، چهار آفری بدن، هم دروغ بکنن. گرفته. آیا این گل پاره نکرده؟ بچه بودن نه؟ که پیرا گذاشته. گرگی
برای کشف روز کتیر راستی آزما علامت افتخارشون این بود که این شده بود، پیراهن سالم بود و تازه این خون هم خون دروغین انسان با خون گوسفند فرق میکنه. ولذا قاضیان در این مورد، قاضیان متبحر، میتونن راست دروغ تشخیص بدن. البته با نظر کارشناسی، نه مثل قاضیان شیعه که علمشون اندل کافیه. قاضی باید بیطرف باشه. در بیطرفی امروز قضات غرب که غیر مسلمانند از قاضیان ایران که خود را مسلمان میدونند خیلی به اسلام نزدیکترند. در بیطرفی عرض میکنم. و این ذهبنا نستبق، ما رفتیم که مسابقه بدیم. تا اینجا توقف میکنم، بریم سراغ کلیپ هاتون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. حەز دەکەن بە خزمەتی گەورەی بەشەریەت بگەن لە خەونێ بریا هەمووایە میگه که ای کاش که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به خوابم می آمد. حەز دەکەن بە خزمەتی دوست داری پیامبر صلی الله علیه و سلم به خوابتون بیاید؟ گەورەی بەشەریەت بگەن لە خەونێ بریا هەمووایە ای کاش میگه خوابم می آمد.
عزدەکەی بە خزمەتی پێغەمبەری صلی الله دوست داری که پیامبر خدا اساسا به خوابتون بیاید؟ الله علیه و سلم بگەی بێتە خاونت والله حەزم لێ زۆرشم حەز لێیە میگه خیلی دوست دارم. والله زۆرشم حەز لێیە آره خیلی ئەگەر دوست دارم. لە خەونەکەی پێت برێ اگر در خواب به شما بگوید که یک گاونه رو قربانی کنید کارو میکنید؟ جوانەکایەکی بکە خێر ئامادەی ئەگەر لە قودرتم بیئە میگه اگه بتونم بله. ئەگەر هەمی لە توانامە بیئە نا والله لە توانام الان که توان خیلی داری؟ میگه نه الان ندارم. ئەو شۆ جەنابەت بە خزمەتی گەورەی بەشەریەت امشب اگه شما به خدمت سرور بشریت برسید، بگەیت پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم رسول خدا صلی الله روحی پدا، لە خەونەکەی پێت برێت جوانەکایەکی بکە خێر اگر در خواب به شما بگوید یک گاونه رو قربانی کنید کارو میکنید؟ ئامادەی جەنابەت ای کاش روزی به خوابم میومد. بە ئاواتی ئەوەم جارێک بیبینم سێبەرەکەی آرزومه که فقط یک بار ببینمش، یک بار، حتی سایش رو ببینم، جانم به پدایش ببینم ڕوحم بە قوربانی علیه السلام. ئەرێ والله نەک جوانەکە برێ مارەکەت بکە خێر هەمووی دەبەخش آره فقط یک دەی باشە دەستت خۆش بی ئەوە خەونی ناوێ این خواب نمیخواهد. پێغەمبەر دەفەرمێت صلی الله علیه و سلم پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود قسم به خدایی که روح جان من در دست اوست، بەو خوای نەفس و جانی منی بەدەستم مار بە خێری کەم حال ناکات بخشش هەر نمیشود. بەڕاستی دەفەرمێت این را در عالم واقع فرمودند بدون خواب. بەڕاستی بەبێ خەون جەنابەت این را ئێستا در ئامادەی جوانەکە حال جناب علی آماده هست که رو قربان کنید؟ آره نه یک بار بلکه 100 بار آری. محمد برو گاو بخر و گوشتان رو بین مسلمانان تقسیم کن. آفرین برش. بڕۆ لەگە خارن دەینەوە بەسە موسڵماناندا بەشی دەکەن باشە دەبڕێت والله ئەمە لۆ هەندێک شتی ئاگامان خۆڕای قسم به الله، الله اکبر، الله اکبر. ما به خاطر بعضی چیزها خودمان را فراموش کردی. درسته مسلمانی ولی از دینمان غافل شده. ڕاستە مسلمان بەڵام خۆمان لە دین فکرە سوپاس دۆزە نابێت ئەو شتە بەبیرە از شما تشکر می‌کنم. عزیزان خب عزیزم کسی میخواد به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم لازم خواب دیدن نیست. خەونی ناوێ پێغەمبەر هەر بەڕاستی پیامبر صلی الله علیه و سلم حقیقتا میفرماند قسم به پروردگاری که روح جانم در دست اوست. نفس و روح و جانی منی بەدەستە مارت بە خێری کەم ناکات مال با بخشش کم نمی شود. پس نترس ببخش. مەترسێ ببەخشە کە کەم ناکە ئیشەڵا زیاتر دێتەوە کم که نمیشد بیشتر بیشتر. چای منی وەختێتان خیلی از کشورهای توسعه یافته صنعتی سیاست‌های محکمی رو داشتن برای جلوگیری از واردات. مثلا در همین کره جنوبی یه چیزی نزدیک 12 سال واردات کاملا ممنوع بوده. سخنگوی تولید کنندگان لوازم خانگی ایران هم گفته کره جنوبی واردات لوازم خانگی رو ممنوع کرده و این محدودیت‌ها همچنان ادامه داره. در واقع این مسئولین با این دروغ‌های شاخدار مشغول مالکشی دستور خودسرانه ولی فقیه‌اند.
دستور 4 کلمه‌ای از واردات جلوگیری شود که واردات محصولات کره‌ای رو بر 80 میلیون تحریم کرد. با یه جستجو خواهید فهمید که کره هیچ وقت واردات لوازم خانگی رو ممنوع یا محدود نکرده. از دهه 60 میلادی تا الان تولید کنندگان غیر کره‌ای مثل ویرپول، بوش، هایر و دلونگی و غیره در کره دفاتر فروش و خدمات پس از فروش دارند. میانگین تعرفه‌های واردات به کره هم حدود 8%، یکی از پایین‌ترین‌ها در کل دنیاست. خلاصه که نذارید یه عده پاچه‌خوار با دروغ گندکاری رهبرشون رو ماسمالی کنن. شهید حاج قاسم سلیمانی فرمود اکنون 6 ارتش بیرون از سرزمین ایران برای شما سازماندهی کردند. یک ارتش در لبنان به نام حزب الله، یک ارتش در فلسطین اشغالی به نام حماس و جهاد اسلامی، یک ارتش در سوریه، یک ارتش در عراق به نام هشت الشعبی و یک ارتش در یمن به نام انصار. از پس هر کدوم از این ارتش‌ها 10 شبه نظامی مفخر خارج شده. حزب الله لبنان سالانه 200 میلیون دلار بودجه، حزب الله سوریه 15000 نیرو، سپاه بدر 150,000 نیرو، جیش المهدی 80,000 نیرو، لشکر فاطمیون شیعیان افغانستان 40,000 نیرو، لشکر زینبیون شیعیان پاکستان 20,000 نیرو، حزب الله عراق 380,000 نیرو و اصحاب اهل حق عراق، لشکر ابوالفضل العباس، سرایال خراسانی، کتایب حزب الله، لشکر ذوالفقار، کتایب امام علی، کتایب سید الشهدا، حرکت النجبا و گروه‌های تروریستی دیگه که پولشون رو از جیب ما می‌دزدن. اون وقت بحران اقتصادیمون رو به پای تحریم‌های آمریکا می‌نویسن. آغاز مراسم اربعین پایان تمام پروتکل‌های بهداشتی بود. این قاشق مال دهن مردمه. قاشق مال مردم. این مسیر خبری از میکروب و بیماری اونا حتی پروتکل‌های بهداشتی رو به تمسخر هم میگیرن. یه طرح دیگه واکسیناسیون این اضافه ها رو چیکار می‌کنید؟ این اضافه ها داروی استفاده است. حالا وزارت بهداشت میگه فقط تو هفته ابتدایی بازگشت زائرین تست کرونای 258 نفر مثبت در اومده، در حالی که 50,000 نفر بدون تست کرونا از مرز گذشتن. استاندار کرمان هم بدون اعلام آمار میگه نگران کننده هست که نتیجه تست تعداد قابل توجهی از زائرین مثبت شده. این یعنی زنگ خطر شیوع دوباره کرونا. اینجا خبری از بیماری کرونا نیست، اینجا راه حسینه. این راه حسین نیست، حسین بیزار از شماست، راه شیطان است. حسین بسی برتر از این است که مشتی خرافی خودش را به اون بچسباند. همه امروزه مشتاق به استفاده از این واکسن هستن، واکسن برکت که از جمله واکسن های بسیار موفق نه تنها در کشور بلکه در دنیا هست. من الان موبایلمو که باز کنید همه دنبالن، الحمدلله از ما واکسن برکت میخوان. امروزه همه واکسن برکت میزنن، شما چطور؟ تبلیغات سخیف وزیری که باید متولی سلامت جامعه باشه برای شرکت تحت کنترل علی خامنه ای. آیا برکت از واکسن های بسیار موفق دنیا هست؟ همونطور که میبینین 10 واکسن انواع مجوزها رو گرفتن، اما هیچ نهاد بین المللی تو دنیا به برکت مجوز نداده. از مجموع 6.5 میلیارد واکسن تزریق شده تو دنیا فقط 5 میلیون برکت تو ایران تزریق شده، یعنی کمتر از 10% تو ایران و کمتر از 0.07% تو جهان. ختم کلام. کدوم احمقی برای سفارش واکسن به موبایل وزیر بهداشت تماس میگیره؟ اینجا هست که نشان خر خودتی رو تقدیمش میکنیم به عین اللهی وزیر بهداشت. دوستان، نامه از طرف امارات اسلامی افغانستان منتشر شده که دروغه. به منم رسید، من فرستادمش به آقای دکتر نعیم و آقای مولانا مجاهد. دکتر نعیم تکذیبش کرده، نوشته که این مکتوب جعلیه و محتوای نامه دروغین اینه که به تأسیس از حکم الله و شریعت اسلامی مجاهدین امارات اسلامی در کمیته امر معروف نهی از منکر مکلف است که تمام ادیان و مذاهب دیگر که در افغانستان نظارت کنه که تمام مراسم محافلشان
طبق به شونت اسلامی باشد و در مخالفت با دستورات مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نباشد و تمام کارمندان در جبل حکومت نیز باید پیرو مذهب امام ابو حنیفه باشند. چنین دروغی به نفع ایرانه، فقط به خاطر شیعیان و کل این نامه دروغه. اومدن نامه مهر هم زدنش و به اسم امارت اسلامی و لذا دروغ بر علیه دولت افغانستان زیاده، نباید باور کرد. اصل اینه که هرچی بر علیه منتشر میشه دروغه. اصل اینه، دقت میکنید مگه اینکه تحقیق کنید، عقلتون رو به تسلیم رسانه های جمعی نکنید. شعر پیری: عجب دردی است این پیری، گهی از جان خود سیری، چنان شیری به زنجیری، گهی از غصه میمیری، که از درد کمر نالی، که از دیوار و در نالی، گهی از گوش کر نالی، گهی از درد سر نالی، ز حرف آزرده میگردی، چو گل پژمرده میگردی، گهی افسرده میگردی، گهی دل مرده میگردی، گهی زار و پریشانی، شبیه طفل میمانی، گهی یاد رفیقانی، چنان دانی که زندانی، گهی میترسی از مردن، به قبرستان تو را بردن، گه از پوشیدن و خوردن، گهی با طعنه آزردن، به مانند دماسنجی، گهی 20 و گهی 5، سخن را گه نمی سنجی، گهی از حرف میرنجی، کنی یاد جوانی را، غرور آنچنانی را، نمان توان پهلوانی را، و اینک ناتوانی را، در این دنیای دیوانه، حکیمی یا فرزانه، نگهبانی تو برخانه، برای اهل کاشانه، همه برخیش درگیرند، سراغت را نمیگیرند، شغالان جوان شیرند، ولی شیران به زنجیرند. بدان یوسف اگر شیری، سنان و تیغ و شمشیری، سراسر علم و تدبیری، سرانجامش ولی پیری. آقای سنجی بابا ما میدانیم و کسایی که در مجامع مسلمان ها انفجار میکنن. مولانا متوکل که متاسفانه دشمنانش او را متهم به داعشی بودن کردند که آخرش هم شهیدش کردند. یقینا این اسلام نیست. اسلام برای خود حدود داره. هر کس خود منسوب به اسلام بسازه این مفهومی از این نداره که گپ اسلام است و یک گذر از اسلام گرفته. نه وام نوکر است، وام نوکر است، و از اسلام هیچ معلومات نداره و حدود نمیشناسه که در کجا قتل کدام شخص جایز است. اسلام برای خود حدود داره. از حدود باید مراعات شود. چرا نام اسلام بد میکنه که اسلام تروریسم است؟ امین مردمی که امین انفجارات میکنه باعث و انگیزش امین سردمدارای دنیا هست. چرا؟ به خاطر که اونجا میبینه طفل خوده، اونجا میبینه سیاپری خوده که کدام کار اوی کتش میشه، از او خاطر عقده میگیره. باعث و انگیزش دوستی اسلام نیست. اسلام دین امن است. تمام هدایات اسلام مکمل دعوت به سوی امن است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ایمان تکمیل نمیشه تا وقتی که چیزی را برای خود میخوای برای برادر مسلمانت بخور. شما بگوید اگر این احساس در هر فرد مسلمان باشه، چیزی که به خود میخوای خلاص، به خود آدم چی میخواد؟ به خود آدم چی میخواد؟ سرفرازی، راحت، کامیابی، عزت، امن، همه چیزا را میخواد. امی تو چیز در برادر مسلمانت بخور. اگر در یک مورد تو خلل واقع میکنی تو مؤمن شده نمیتونی. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماد لا یؤمن احدکم حتی یأمن جاره بوائقه. مؤمن شده نمیتونه یکی از شما تا که از ضررهای همسایه مکمل به امن باشه، احساس امن بکنه. یک طرف میره میگه که همسایه مست و مثل برادر و مثل خود فکر میکنم.
اینطور زندگی باید داشته باشه مسلمان. اندونزیا اسلام توسط جنگ نآورده، در افریقا اسلام توسط جنگ داخل نشده و از اخلاق و از روش امی مسلمان ها داخل شده. توی امروز میخیزی اسلام بدنام میکنی و این دین تروریستی مینامی. خداوند خیر بده کسانی که این کلیپ ها رو منتشر میکنن، از جمله الفرقان. آقای کیان هدایت شده: واکنش زن مسیحی هنگام شنیدن نام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. Jesus is the prophet? Yes, I do. Of God? That I'm sure. That I believe. It goes against our religion a little bit, but it's all way more logical than what the Catholics do. And what's your view on the Prophet Muhammad, peace be upon him? God bless him. Wow. That's all I say. God bless him. Wow. I know they follow him for it. And you believe he's a prophet? Right when he mentioned his name. When you mentioned Jesus, I didn't cry, but I cried. That's how I hear. As soon as you said Muhammad, it hit me right here in my heart. Oh. I will witness. I witness That there is no one worthy of worship there's no one worthy of worship except Allah. Allah. And I will witness There will be witness that Muhammad that Muhammad is the messenger of Allah. is the messenger of Allah. Allahu Akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استاد اینجا شهریه پول کتاب، پول آب و برق، پول کمک به مدرسه رو میگیرن، بعد میگن اگه دوست داری نیا مجازی درس بخون. مملکتی که فقط از چند ملت، از جیب ملت 40 سال بهانه‌های مختلف دزدی میکنه. استاد این تیکه رو با صدای بلند تحمیل کن لطفا. هر جا میرفتیم میگفتن کارت ملی هوشمندانه داده، متوجه نمیشم. خیلی طولانیه که فقط جیبه. هر جا میرفتیم میگفتن کارت ملی هوشمندانه باید داشته باشه. برای هر کاری الان 2 سال 7 ماه گذشته هنوز کارت صادر نشده بود که کارت ملی ندارن. بعد میخوان با دنیا بجنگن. بله. اما این چی شما رو من نفهمیدم. اینکه دوره چه نوشته؟ دوستان عزیز روی فروش قبل که بیام اینجاش بله، در دبی به دانش آموزان گفتند روز اول مدرسه همه باید بیان. بعد به هر نفر یک تبلت دادن و گفتن دیگر نیایید، بروید داخل خانه درس بخونید. در ایران گفتن همه باید بیاین، پول کتاب، سرویس، شهریه مدرسه بدن، بعد اگر خواستن نیاین. بفرمایید. اینم مقایسه به اصطلاح خامنه دجال، یک کشور بی ارزه با کشور با ارزه. دوستان عزیز روی فروشگاه میزنیم، بعد اینجا می نویسیم سالین تیوی، خودش میاد نصبش میکنیم. این برنامه به این شکل نصبش میکنیم. الان نصب شدهش هست، وارد برنامه میشیم.
تلویزیون آنلاین، بعد مذهبی، بعد شبکه توحید پخش زنده. دوباره از اول. دوستان عزیز روی فروشگاه میزنیم، بعد اینجا می نویسیم سالین تیوی، خودش میاد نصبش میکنیم. این برنامه به این شکل نصبش میکنیم. الان نصب شدهش هست. وارد برنامه میشیم، تلویزیون آنلاین، بعد مذهبی، بعد شبکه توحید پخش زنده. دست شما درد نکنه. کیان استاد نظر شما برام مهمه. البته شما خودتون رو معرفی نکردید. اول خودتون رو معرفی کنید و از چه شهری هستید. شایع شده که واکسن میخوان جمعیت جهان رو کم کنن، هر واکسن بزنه تا 2 سال دیگه فوت میشه. همش چرندیات اینا. خصوصا اهل سنت. نظر شما چیست؟ آیا واکسن بزنیم یا نزنیم؟ نه، من خودم اینجا واکسن زدم و همه تقریبا واکسن میزنن، اما این شایعات همه جا هست، تنها در ایران نیست. این شایعات همه جا هست. لیکن واکسن های ایران یا به درد میخوره یا نه، هیچ کار خدا بدون حکمت نیست. لطفاً کلیپ هایی که میفرستید با موسیقی نباشه. حکم رفتن نزد باز موسیقی، آخوند و صلوات. شیوه اول همون شیوه مهر است و محبت است و چی شد یک دفعه صلوات فرستاد. مهر و محبت و دوستی و حتی با دشمنان نادان. اصولا دین اسلام دین محبت است. دین محبت آقا، نه محمد. چی تو نمی‌کرد؟ اینم بسیجی های ما عرض کردن. آره، تشیع این محبت رو به خوبی نشون داده در طول تاریخش. تشیع و مسیحیت این محبت رو به خوبی نشون دادن، پدر دنیا رو در آوردن. این که اسلام بدنام کرده، اونی که مسیحیت رو. در سنن من اتا حرافا او کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. هر کسی آمد نزد عراف به کسی میگویند که غیب گویی میکند، این مریضی را شما دارید، این مشکل را شما دارید، اتفاق برای شما افتاده. حالا از 100 مورد یک مورد ممکن درست در بیاد. او کاهنن، یک کسی که با جن در ارتباط است. جنیات میدونه که همیشه سرعتش خیلی بالاست، سریع میروند همه جا، اینور جاسوسی میکنند، اینور اونور میگردند تا یک چیز اطلاع پیدا بکنند، به اون کاهن بدهند تا کاهن راستگو تلقی شود نزد مردم. بعد هر چی 100 تا دروغ هم بگن میگه راست میگه. رسول الله صلی الله علیه و فرمودند اگر کسی نزد چنین کاهنی برود، ساحری برود و از سخنانش را تایید کند،
فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. ایمان را از دست داد، فقط این برود و تاییدش کند، عمل نکند، عملش را تایید کند، کفر شد، کافر شد. در روایت دیگر میاد که من اتا عرافا او ساحرا او کاهنا فقد کفر بما انزل علی محمد. یا لم تقبل صلاته 40 یوما و لیله، تا 40 روز نمازش قبول نمی شود، فقط برود اونجا بیستد. این چه کار میکند؟ فقط برود اونجا بیستد، ازش سوال نکند، تاییدش نکند، فقط بیستد که این چه کار میکند. این استادن اونجا تا 40 روز نمازش قبول نمی شود. اش ساحر برود که اون ساحر و کاهن او را باطل کند، رسول الله صلی الله علیه و فرمود فهی من عمل شیطان، این عمل شیطان است، کفر است که پیش ساحر بروی برای باطل کردن سحر. ما برای باطل کردن سحر قرآن داریم، ما برای باطل کردن سحر اذکار داریم، اسماء حسنا داریم. بیاییم از قرآن استفاده بکنیم، از قرآن، از 4 قل، از آیت کرسی، از سوره و از خودش مسحور شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم را لبید ابن اعصم سحر کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم با این 4 قل، با این 3 قل، با قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق خواند. من كنت تعلم هذا الأمر، هذا الزواج، هذا الشغل، هذا العمل خيرا لي في ديني ودنياي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وأن كنت تعلم شرا لي في ديني ودنياي عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اگه این دعا رو حفظ نبودید میتونید این دعا رو بخونید. ترجمه شوین. خواهش میکنم که ضبط شده نخواهید. این که منو یه خورده به حرج وامی داره و همون نوشتنی که فقط در برنامه بتونم جواب بدم. آقای عبدالحمید از روسیه: ودیو جد نصیحت برای امیرالمؤمنان، چند نمونه از عدالت خلافت نمر فاروق دیلان و مولانا مجیب الرحمن انصاری 2.5 دقیقه. خدا به شما خیر بده و مولانا مجیب الرحمن هم خیر بده. نمونه هایی از سیدنا عمر رضی الله عنه، از عدالتش، از تواضعش، از زهدش، از تقوایش، از سیاستش، از غمخوارگیش، از کدام یک بگوییم؟ نمیشه. درباره حکمتداری سیدنا عمر کتابها نوشته شده، کتابها. یکی از فیلسوفان دنیا وقتی درباره سیدنا حضرت عمر مطالعه میکنه، میگه اگر یک دیگر مثل عمر به دنیا می آمد، تمام دنیا به تحت سیطره امت اسلامی قرار می‌گرفت. یک دیگر اگر مثل عمر به دنیا می آمد، سیدنا عمر الله عنه به دنیا بیاد، مسلمانان اگه اروپا رو می گرفتن همه دنیا رو مسلمان میکردن و آنچه مانع اسلام اروپا شد دولت خبیثه صفویه بود. یعنی شیعیان مانع اسلام همه دنیا شدن و امروز هم با عملکردهای ننگینشون همین کارو. عملکردهای ننگین شیعه و داعش آره برای اسلام. اینجا وقتی میگم شیعه یعنی دولت شیعه، یعنی مذهبیون شیعه، نه هر شیعه‌ای. این فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی الله عنه
چند نمونه را اشاره میکنیم. مؤمنین اسلامی وقتی بشنوه متوجه میشه که من در مسند امیرالمؤمنین قرار دارم، این وظیفه و مسئولیت من هست. آفرین بر شما، آفرین من بر شما. باید از راهی که عمر ابن الخطاب رفته از همان راه برم، از همان مسیر برم. واجب عالمان اینه، واجب عالمان راستین اینطوری نصیحت، پند، حق گفتن، نه که ماسمالی کردنه، نه که بیان خامنه ای را رهبر خود کنن، یک دجال و یک خونخوار رو که دولت های دنیا اونو به عنوان تروریست میشناسن بیان رهبر خودش بکنن. سیدنا عمر فاروق اعظم امیر المؤمنین رضی الله عنه روزها و شبها، یک مدتی روزها و شبها نمیخوابیدن. آمدن در کنار فاروق اعظم که ای امیر المؤمنین ولنفسک علیک حق، این نفس تو به تو حق داره، روز هم نمیخوابی شبها هم نمیخوابی، به خاطر چی؟ سیدنا عمر میفرمایند این وضعیت ملت و رعیت خود را که من میبینم، اگر روز بخوابم حق و حقوق ملتم و رعیتم ضایع میشه و اگر شب بخوابم حقوق پروردگار عالم را چگونه ادا کنم. نمونه دیگر، روزی سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم گریه میکردن. آمدن گفتن یا امیر المؤمنین شما چرا گریه میکنید؟ رضی الله تعالی عنه و عن اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم. کمک مالی اینجا که برای کسی جمع نمیشه، نه برای وقتی برای خود تلویزیون کسی کمک نکنه دیگه برای کسی دیگه چطوری کمک کنه؟ تازه این در رو اگه باز کنیم دیگه بسته نمیشه. خداوند مشکلات بینندگان ما رو حل کنه. اگر مسلمانان چون امامان ابوبکر و عمر و عثمان و علی علیهم السلام معنی عبادت را بفهمند، هیچ پلیدی جرأت سوار شدن بر گرده مسلمانی را نخواهد داشت. بله، حکومت پلید و جنایتکار آخوند پاسدار شده الحمدلله از ایجاد امارت اسلامی افغانستان از وحشت شب و روز نداره. کمک همه جوره کردن به امارت اسلامی افغانستان واجب است. سهل انگاری آقا باشتن بر مسلمین خواهد داشت. مولانا متوکل کارش درسته، خدا رحمتش کنه، شهید شد. کتاب پناهگاه مومن مؤلف دکتر یزدان پرست و کتاب پناهگاه مسلمان تعریف دکتر قحطانی خدا رحمتشون کنه برای همه ضروری است. اون بیننده کیفیت نماز افتخار رو میخواست. بله، در این کتاب ها هستش. این مجسمه در موزه در مادرید پایتخت اسپانیا قرار دارد. نام مجسمه ادیان یهودی، مسیحی، مسلمان. روز یک جهانگرد مسیحی به مجسمه اعتراض کرد و گفت چرا یهودی بر پشت مسیحی سوار شده است. مسئول یهودی موزه گفت هیس، اگر مسلمان بلند شد ما با هم سقوط خواهیم کرد. قریب 2 میلیارد مسلمان سعادت را به عبادت مشغول کردند و خود سرگرم بلیدن منابع جهانم. نه، اگه عبادت مشغول می شدند که
که درست بود 2 میلیارد مسلمان کاش که هنوز توحیدشون رو میدونستن. یهودی اونجوری عبادت میکنه، مسیحی اینجوری، مسلمان اینطوری که در سجده. یک کاریکاتوره به اصطلاح. اما آیا یه مجسمه یا نه نمیدونم. آقای ناصر از تهران، شما از استاد ذبیح الله مجاهد قیمت اجناس رو نقل کردید. من نمیتونم این پخش کنم چون نمیدونم درسته یا نه. آقای عبدالحمید از روسیه، بله اینو گذاشتم، چند لحظه قبل گذاشتم. به رهبر عزیزمون که این شخص مجهولی البته که جانم را فداش میکنم، بعد شروع کرده به لعنت به ابوبکر عمر. چون خدا لعنت کنه چون این رهبری رو که تو رو واداشته به سب و شتم ابوبکر عمر بر بدی آقای آرین امیری. تلفنش هم 2098 937 346 91 64. ادبش کنید که چرا به صحابه پیامبر پوش میده. دوباره 2098 از بیرون داخل 937 364 91 49. پوش که میدید من بلوکت میکنم تا اون شده رفت. آقای ابو محمد از خور، علیکم سلام. فقط سلام دادید، سوالی مطرح نکردید. آقای ابشین، شعر در مورد خلیفه دوم. بزنید قبل از شعرها سوالا رو جواب بدیم. بله آقای عبدالحمید از روسیه. این کلیپو چند لحظه قبل پخشش کردم، نصیحت به امیرالمومنین. آقای محمد از روسیه، استاد عزیز در مورد بیت المال سفارش ندارید به کشور افغانستان؟ امروز سخنان رو شنیدم از دوست مدعیان که نگران ساز بود. نه، اونا خودشون عالمند، کشور دست علمای، نیازی به سفارش ندارن، خودشون انسانای امین هستن و این چیزا نیاز به سفارش نداره. تنها سفارش بنده اینه که جلوی سلفی کشی رو بگیرن که این خیلی به ضررشونه. خانم نسیم توحید، علیکم السلام تولا، خسته نباشید، پاینده باشید. خیلی متشکرم. کلیپ از شیخ جوهری، زمان 57 ثانیه. انشاءالله. سنی بودن خودمون تابلو داره برای ما، خط قرمز ماست. حالا خونمون ریخته بشه، بمیریم، کشته بشیم، هر چی میخواد بشه. دعوت انبیا هم این بوده. خط قرمزمون مشرک نمیشیم، شرک به خدا نمیاریم، خط قرمز ماست. عبادت جز خدا نمیکنیم، فقط خداوند یکتا و پیامبرمون و اصحاب برای ما محترمن، خط قرمز ماست.
اعتقادات ما، دینی که اصحاب برای ما رسیدن برای ما محترمه. ما این خط قرمزای ماست، برای خودمون آبا و اجدادمون برای ما کشیدن. نه اینکه ما پیروی کورکورانه چشمون ببندیم بگیم نه تقلید کورکورانه، نه، این دعوت خداست. این خدا میگه رضی الله عنهم و رضوا عنه، این خدا از ما خواسته. خدا در قرآن میگه امهات المؤمنین، مادران ما از مادرمون رو سر راضی نمیشه کسی به ام المؤمنین عایشه چیزی بگه، راضی نمیشیم کسی به ابوبکر صدیق و عمر الخطاب چیزی بگه، راضی نمیشیم. بله بدون شک، خدا خیرشون بده. آقای باباجان تاجیک، نصیحت ویدیو جدید. نه همینه که الان من گذاشتم. چرا گریه میکنید؟ شما چرا گریه میکنید؟ سیدنا عمر فرمودن وضعیت روم و فارس خوب نیست، رعیتم در روم و در فارس حالت خوبی ندارن. انسانها یک طرف که بر گردن من حق دارن. اگر در بصره و در کوفه پای یک گوسفندی به یک سوراخی فرو بره و پای گوسفند بشکنه، در روز قیامت عمر بازخواست می شود. ببینید سیدنا عمر گریه میکنه که به یک حیوان ظلم نشه، به یک حیوان آسیبی نرسه. سیدنا عمر رضی الله عنه گریه میکنن که اگر در زیر حاکمیت من به یک گوسفندی، به یک شتری، به یک حیوانی ظلم بشه، عمر بازخواست میشه، عمر پرسان میشه. ملت امنیت میخواه، عدالت میخواه، تطبیق احکام شریعت میخواه. مبارزه مجاهدین امارت اسلامی هم به خاطر همین سه چیز بوده، به خاطر همین سه چیز. دهها و صدها و هزاران حافظ قرآن و عالم دین شهید شده. به خاطر چی؟ به خاطر تطبیق احکام شریعت هست، به خاطر اینکه سرزمین اسلامی بوده و اسلامی بمانه. به خاطر این هست عزیزان و بزرگواران. این صحبت من به گوش امیر المؤمنین ان شاء الله به اذن الرحمن میرسه و من به عنوان ادای مسئولیت گفتم. نه این کافی نیست، این که صحبت شما به گوشش برسه کافی نیست. شما خودتون بریم پیشش. نصیحت واجبه به خاطر خدا، به خاطر رسول الله، به خاطر برای ائمه مسلمین و عامهشون. و فکر نمی‌کنم که دیدارشون مشکل باشه. شما انسان ارزشمندی هستید و موضعتون موضع مردانه و مسلمانانه بوده از همون ابتدا و امثال شما رو باید ارج بذارن. سیدنا عمر استاده شد در حضور مردم، گفت های مردم، اگر من از روش جناب محمد و رسول الله من جدا شدم و فاصله بگیرم، شما با ما چه کار میکنید؟ وقتی که سیدنا عمر چنین گفت، مردم نگفت الله اکبر هر کاری که تو بکنی ما دنبال تو میریم. از بین صفوف آن وقت و زمان یک جوان مسلمان، او صحابه، استاده میشه، میگه ای عمر، اگر از خط و مشی اسلام و جناب محمد رسول الله یک وجد عقب و کنار بری، با شمشیر دست تو را راست میکنم، تو را راست میکنم. سیدنا عمر میگه الحمدلله که در بین امت کسی هست که امیر المؤمنین را راست میکنه. امروز ما نصیحتمون اینه نه که امیرالمومنین راست بکنیم، بلکه جلوی اهل سنت کشی را بگیرید، جلوی غیر مقلد کشی را بگیرید، جلوی اهل حدیث کشی را بگیرید، تنگ نظری را بذارید کنار، یک مذهبی را بذارید کنار، سعی صدر داشته باشید.
خب دوستان این کلیپ رو ببینیم. بله شما که به من ایراد میگیرید که چرا گفتی اصحاب دیدن مولا این خربوزه رو پرتش کردن اون طرف. خربوزه بعدی شیرین گواراست، البته فرمودن میل کنید. اصحاب سوال کردن گفتن آقا حکایت چه حکایتی بود؟ خربوزه است دیگه. این خربوزه چیکار کرده بود که اینطور پرتش کردید؟ حضرت فرمودن این ولایت منو قبول نکرده بود که ترک شده بود. این بعد اولین رویدنی که اقرار به ولایت کرده باید انجام میده. تأکید میکنن زیاد بخورید. اینا رو داریم اینها رو. درست. نشأت موسد نسید گفت یه قصه جدید. شیر از تو تابلو در اومد، دشمن حضرت رو داری. به 2 صورت عکس شیر فرمود شما 2 بیایید یه فاجعه رو بخورید. آقا فل مجلس به همون لحظه 2 شیر از این صورت ظاهر شد، 2 شیر حقیقی پریدن. اول اونو تیکه پارش کرد، استخوناشو اونجوری میخورد میکردن که صداشو جمعیت میشنید تو مجلس. بعد تمامشو خوردن و بعد خوناش هم لسیدن. گفتم آره تو راست میگی. نشأت روی پشت بام گفت خلایق عوام بوی گل و گلاب میده مدفوع و پیشاب امام. ما در بعضی جاها داریم که اهل بیت فضولات ندارن و داریم که وقتی مثلا اهل بیت علیهم السلام میرفتن و مثلا جای برای آقا رسول خدا برای قضا حاجت توی عکس پخش شد و اصلا زمین چیزی رو قرار نمیداد، میبردید که چیزی نکرد. رفت نشأت تو لجن گفت خانوما بدونن بی حجابا رو تو آتیش از مو آویزون میکنن. آقا اگه یه دختری موهاشو بذاره بیرون از نامحرم نپوشونه موهاشو، این عذابش قیامت چیه؟ شنیدین عذابش چیه؟ آویزونش میکنن از مو. چند سال؟ مثلا 100 سال، 10 سال. بعد میشه بگید 1 روز در قیامت معادل چند روز در عالم دنیاست؟ گفتن 50 سال. نه که اینقدر طولانی، یعنی اینجوری میگذره، سخت میگذره. میخوام بگم سخت. درست. نشست رو شیشه لیموناد گفت به حق من یکاد این رعد و برق آسمون از غضب علی میاد. با حضرت صحبت میکردم فارعدت السماء و ابرقت، آسمون رعد و برق شد، یه رعدی زد و یه برقی زد. خب از نظر امروز الکتریسیته و نمیدونم بحثای امروز و ایناست، نه ظاهریه. اون وقتم خب رعد و برق بوده. یه وقت آسمون رعد و برق کرد، میگه گویا امام صادق علیه السلام یه حالتی شدند، آقا امام صادق علیه السلام یه توجهی کردند. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت فرمود اما انه ما کان من هذا الرعد و من هذا البرق فانه من امر صاحبکم. آگاه باش، هرچه از این رعدها میشنوی، از این برقها میبینی، از امور صاحبتونه. صاحبتون از امور صاحب رعد و برقی شد، از امور صاحبتونه. قلت من صاحبنا، سمعت ابن مهران عرض میکنه عرض کردم آقا صاحب ما کیست؟ قال امیر المؤمنین. گفتم آره تو راست میگی. رفت و نشست رو موتور گفت که حتی رو شطور واجب زن کام بده، چه از قبول چه از دبر. رسول بزرگوار اسلام فرمودن اگر مرد خانم مسلمون ابراز نیاز کرد روایت حتی روی شطور، به او جواب بده. گفتم آره تو راست میگی. رفت نشست رو نمد گفت ابوالفضل اومد کنار نهر علقمه با اسبشون حرف میزد. آقا وقتی وارد شریعه شد تا زانوی از تو آب رفته، از تشنه هستن آب نمیخوره. حضرت دست رو بردن زیر آب، یک کفی از آب برداشتن که از تصور کنه آقا آب خورد تا اون هم آب بخوره. نشست روی کرگدن نشسته وا کرد دهن گفت عربا توی بهشت فارسا توی جهنمن. اهل بهشت به هر زبانی باشن زبانشون به عربی برمیگرده. بله. و همین خاطرم تلقینا رو عربی میخونن، بنابراینه که این اهل بهشت نمیفهمه. و حتی عرب اگه اهل جهنم باشه زبانش به عجم برمیگرده.
حتی توی جهنم هیچ سخن عربی بعد رد و بدل نمیشه، همش عجبه. گفتم آره تو راست میگی. نشست روی خمپاره گفت که از تو گهواره این احمدی نژاد ما حاله نورانی داره. یه نفر اصلا که همون جمعی صاحب گفت وقتی تو شروع کردی بسم الله گفتی و اینجوری احاطه کسی رفتی توی اسم توی حساب تا آخر خودم هم احساس کردم احساس کردم کسی فضایی دفعه عوض شد اینجا. گفتم آره تو راست میگی. نشست روی صندلی گفت که اون شیخ جلی موقع دنیا اومدن بلند گفت یا علی. در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا یعنی مقام آزاد رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. گفتم آره تو راست. نشست روی شست من گفت منو کردی کفن، آقا و صاحب از زمان تیریت آبگوش میخورن. محضر مقدس امام زمان مشرف شدن، در حالتی که داشتن غذا میخوردن آبگوشت اینا ترید کرده بودن داشت میخورد، حضرتش میخوردن و از کاسه او خوردند. درست میگه. نشست روی فباره با هیکل بدقواره گفت که خاکی کربلا سیلاب و بندش میاره. از خطرات سیر انشاءالله در عمل و یوم حرمت مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام در روز ولادت حرمت مبارک در قانون می‌گذارد. درست. رفت و نشست رو ستون گفت که گشته رهنمون امام کاظم برای فضای اینترنتی بود. توصیه هایی دارن به عزیزانی که در شبکه‌های مجازی دارن فعالیت میکنن. آقا میفرمایند که اوصی که به خمسن، به 5 تا چیز شما رو توصیه میکنن. گفتم آره تو راست میگی. نشست لای سبزه ها گفت به دستور خدا شاش شتر سر بکشیم برای دفع کرونا. امام صادق علیه السلام فرمودن که از ادرار شتر استفاده کن تا به راحتی درمان بشی و ادرار شتر رو میگه خوردم و همون روز درمان شدن. درست میگی. نشست توی سرسرا گفت اگر نشد دعا و روغن بنفشه و یک کمی هم برنسان. بله روغن بنفشه هم چه خاصیتی دارد، خیلی فواید دارد. فرماید دهن اللیل به خصوص در شب روغن مالی کنید. گفتم اون درست. نشست روی هندونه گفت که شیخ این گونه چشماشو وا کرد یهو رو سنگ مرده شورخونه. وقتی من قسم میدادم که آرزو کردم ای کاش آقای مصباح از ما هم شفاعت بکنه. گفت تو این آرزو آمد دیدم چشماشو رو باز کرد. عجب. یه نگاه مهربانانه کرد. آره درست میگی. نشست روی داشبور گفت که سردار نمرد، موشک نخورده به ماشین علی بغل کردشو گفت. یکی از دوستان سردار که عقد اخوتم با سردار داره، وصیت سردارم دست ایشون بود و دفنشم با ایشون بود. ایشون موقع سردار رو خواب دیدم بعد از شهادت، گفتم که موشک به ماشینت زدن چه حسی داشتی؟ فرمود که چند دقیقه قبل از اینکه موشک به ماشینم اصابت کنه امیرالمومنین بغلم کرد. یعنی بغلم کرد، از تو ماشین آورد بیرون، تو بغل علی بودم، اصابت موشک رو دیدم، اصلا دردی تحمل نکردم. یه راستم آقا با خودش منو برد وادی السلام. بله ملاحظه فرمودید که حالا من راست میگم به قول موزه جوار
خب تو چرت و پرت گفتی که اون چرت و پرت داره بهت میگه. اگر من چرت و پرت میگم چرت و پرت میگی که چرت و پرت میگم. چرت و پرت نگو چرت و پرت نشنو. بزرگان به کار بردن. بفرمید. خیلی خری. یکی دیگه بفرمید. خیلی خری. واقعا خری. پس ببینید که همچین خیلی واژه بدی هم نیست. خب حالا بریم سر اصل کار خودم. اون چیزی که باعث شد من داره بسازم این هست که خیلی از این دوستان میگفتن آلیپایا این چیزایی که تو گفتی کفر، وهن، دریوریه، چرت و پرته. من همونطور که اول اون کلیپ هم گفتم که دوستان من اینها رو نقل قول دارم میکنم، از خودم در نمیارم. اسنادش موجوده تو کانال شب نشینی ها رو برید ببینید. مثل اینکه احساس کردم خیلی از این کلیپ ها که تو فضای مجازی به ما میرسه به دست این برادرای ارزشی و بسیجی و علما و طلاب و روحانیون و آقایون نمیرسه. یعنی اینا که ما ببینیم اینا ندیدن. من برای اینکه نشون بدم آقا حرفایی که من زدم مستنده میدم. البته این دریوری‌ها رو میخواید بگیدم بگید، من مشکلی ندارم. شما هرچی اینا رو بگید بیشتر بگید، سوژه طنز برای ما درست میکنید. دستتون رو درد نکنه، دستتون رو میبوسیم. ولی مسئله ایرادی است که میگیرن که عالی پیام چرا اینا رو میگی وهن دین، وهن اسلامه. آقا این وهن و قصه پردازی شما درست میکنه، من درست نمیکنم. اگه جرمه برید جلوی اینا رو بگیرید. خیلی هاشم تلویزیون، رادیو تلویزیون خودتون دارید پخش میشه، خیلی هاشون هم بالای منابع رسمی خودتونه قصه پردازی میکنید. من با این قصه ها مشکل دارم، همینطور که خیلی از آدمای خودتونم مشکل دارم.
بحث من سر اینه که با این قصه سازی ها به شعور مخاطب توهین نکن. قبل از اینکه ما بریم سر اصلی مطلب یک کلیپ با هم دیگه ببینیم. یک بخش زیادی از منابع مربوط به صدر اسلام در رأسش مربوط به امیرالمومنین، حتی نسبت به خود سیره نبوی و نسبت به امام حسین و محمد ابن حنفیه و حمزه و عرض کنم که انواع اقسام آدم ها برسه تا شیخ ایرانیش ابو مسلم، اینا داستانه و داستان. خب این داستان ها رو همه را شیعه درست کرده دیگه. این داستان ها را بگیرید از تشیع چیزی نمیمونه و از تصوف چیزی نمیمونه. اگه داستان ها رو بردارید همچنان که از مسیحیت و یهودیت هم چیزی نمیمونه، میمونه اسلام، اسلام محمدی، اسلام عیسوی، اسلام موسوی. آقای سعید شهبخش، شما چند تا کلیپ فرستادید؟ کدومی کلیپ بذارم آخه؟ آخریشو میذارم ببینم که اینم از ریش سفیدامو، الله رحم کنه. मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है. نه این ساختگیه، اینو گذاشتن برای اون. رسوایی خمینی توسط جنتی. نه این کلیپ ساختگیه، درست نیست. خواهش میکنم کلیپی که میفرستید هر کلیپی که دستون میرسه خوشتون اومد نفرستی برای من. تحقیق نکرده هیچ کلیپی رو نفرستید. خواهش میکنم از همه بینندگان ارجمند، کلیپی رو تحقیق نکردید به مجرد اینکه شما به مذاقتون خورد نفرستید برای من، وقت منو تلف نکنید. این دو شلوار رو دشمن پاره کرده، یکی در جنگ نرم فرهنگی و دیگری در جنگ سخت نظامی. یکی قهرمان عزت و جانمردی و دیگری قهرمانی قربانی ضعف خود باختگی. نه اونی کم که اگر قصدون قهرمان عزت و جانمردیه، نه فریب آخونده رو خورده. چه عزت و جانمردی که خمینی و خامنه‌ای حاکم باشن یا مش روحانی دجال حاکم باشه؟ این قهرمانی نیست. قهرمانیه که اینها رو از قدرت بندازی پایین، این قهرمانیه. به جاش حکومت بهتر بذارید. اما ابزار دست بشید. آخونده جنگی رو به پا کردند که نیاز بهش داشتن. این جنگ آخونده به پا کردن، جنگ ایران عراقو. آقای احمد صوفی هدایت شده، شعری از خودم هست. علیکم السلام. شعری از خودم هست قابل بدون قرائت من. به نام خدایی که جان آفرید، حکیم و رحیم و زبان آفرید، سراینده تابند خالق چو او، نه آبی بزرگی همانند او. تو شکرش کن و پیشه کن توبه را، ز فکرت برون غیر او هرچه را. آفرین بر شما. صوفی هدایت شده را ببینید که شعرهای توحیدی میگه. ز فکرت برون غیر او هرچه را، به جز او که باشد سمیع و علیم، به غیرش نباشد علیم و حکیم. عطا کرده بی حد تو دیدی چه بود، ز نور و ز جان و ز علم هرچه بود. تو مختار و بیغش در این زندگی، بدور از خطاها بچون بردگی. کمال نعم بر تو آغاز کرد، ز ذات خدایی نفس داد و بعد. بفرمود زین پس خوشا چو شاه شهان، به جنت روی و بمانی در آن. یه
خورده دوره من که ببینید تا از اینجا بخونم. به جنت روی و بمانی در آن، زهدت مبر پای از آن راه ها. یعنی چه زهدت مبر پای از آن راه ها؟ که آن سوی این خط بود معنها. به هوش و به گوش و خرد پیشه باش، بدان و ببین غیر از این ترد باش. تعقل بداد و تخلف بکرد، تو دانی که آخر چه بود و چه کرد. خطایی چنان عاقبت این چنین، جواب خطاهای ما را ببین. شگفتاب پس از آن چنان رحمتی بکرد و بگفت ای بنی آدمی، منم اولین و یقین آخرین، سزاوار متی چنان در زمین. گرسیان کنی همچو پیشینیان، تو دانی و خانی که آن مردمان چو بر سر نهادند داغ گران، مثال تبریاک گرز گران. برفتند نادم چو آنان مباش، صحیح و سلامت برازنده باش. خدا به شما خیر بده. خداوند به شما طول و عمر با عزت و خطاب بده. آمین یا رب. خیلی متشکرم از شما. نامه سرگشاده به رهبران طالبان از استاد مصطفی حسینی طباطبایی. خب این نامه ارزش خوندن حتما داره، برای که ایشون یکی از قهرمانان توحید در ایرانه. برادران، اولا اگر چنین خطابی رو برای رهبران ایران می نوشت، الان جاش زندان می بود. یک. دومی که شرط نصیحت برای اولیای امور، کسانی که انسان زیر دستشونه، اینه که اولا مخفیانه باشه، بین خودشون باشه. اگر نه چه بسا که حالت انتقاد داشته باشه. بستگی به منکراتی داره که در جامعه هست. اولین گام نصیحت مخفیانه. اگر اصلاح نشد، نصیحت علنی. اگر اصلاح نشد، انکار و منکرات. برادران محترم، بله ببخشید، از اول این نامه است از سوی یکی از دلسوختگان عالم اسلام که سالهاست در راه اصلاح باورهای دینی و مبارزه با خرافات و بدعت‌های مذهبی گام میزند. راست میگه، این حرفش راسته. و در این راه دچار محرومیت‌ها و حبس‌های مکرر شده است، هم در زمان شاه و هم در زمان خمینی. و البته همه را در راه اصلاح عقاید دینی مقتنع می‌شمارد. خطاب این نامه به برادرانی است که اینک در افغانستان بر مصدر حکومت نشستند، حکمرانی میکنند. من این نامه رو فرستادم بر آقای استاد مجاهد، ذبیح الله مجاهد، که خانم ثابت در تلویزیون ایران اینترنشنال طاقت شنیدن اسمش هم نداره متاسفانه. و از همون روز اولی که این دولت آمده، افغان اینترنشنال هم بلند شده. باش تأسفه والا. برادران محترم، استاد مجاهد گفت که ما از این نامه کمال استفاده رو میبریم، بیشترین استفاده رو خواهیم برد. بذارید عبارت خودش رو بخونم. عبارت خود استاد مجاهد رو بخونم براتون که جزاکم الله خیر. انشاءالله که از این نامه استفاده اعظمی خواهیم کرد.
یعنی بزرگترین استفاده از این نامه خواهیم برد. اگر همین نامه را بر خامنه‌ای میفرستاد در آن زندان بود. سخنگوی رسمی دولت طالبان میگه که ما از این نامه بیشترین استفاده رو میبریم، یعنی قبول میکنیم نصیحت ها رو. نامه دومی که به نام امارت اسلامی تصویر کرده بودند، دکتر نعیم جواب داد که راستش رو به شما بیان کردم. بازگردیم به نامه. نامه نمیدونم بر شما هم بذارم نامه رو یا نه. نامه سرگشاده به رهبران طالبان از مصطفی حسینی طباطبایی 1443 هجری قمری 1400 هجری شمسی. خب اینو اگه بزرگترش کنم که بتونم بخونمش. بله شکر خدا که میشه بزرگترش کرد. بله این نامه است از سوی یکی از دلسوختگان عالم اسلام که سالهاست در راه اصلاح باورهای دینی و مبارزه با خرافات و بدعت‌های مذهبی گام میزند. کاملا درست میگه. خب خطاب این نامه برادرانی است که اینک در افغانستان بر مصدر حکومت نشستند، حکمرانی میکنند. برادران محترم، شما خوب میدانید که قرآن مجید پیامبر بزرگ اسلام را رحمت جهانیان معرفی نموده است، چون که فرموده و ما ارسلناک الی رحمت للعالمین. پس اگر شما بتوانید اسلام رحمانی را در افغانستان برقرار کنید، در آن صورت به پیامبر بزرگوار خدا اقتدا نمودید. آفرین بر شما. و از اول انقلاب شبیه همین نامه رو اون موقع برای آقای خمینی فرستاد. اون موقع که آزادی بود، البته بعدها هم خودش زندانی شد. در آن صورت بله و از پیروان راستین قرآن مجید هستید و با این کار چشم و دل همه مسلمانان دنیا و عاشقان قرآن کریم را روشن ساخته اید، به طوری که همگی به افغانستان اسلامی شما افتخار خواهند کرد. خب ولی صد افسوس و اندوه از اخباری که درباره شما با مردم مسلمان افغانستان به ما میرسد و استقرار حکومتی خشن و سختگیر در آنجا حکایت میکند که هیچ شباهتی با اسلام رحمانی و محمدی ندارد. اجازه بدید که اینجا بنده با شما مخالفت کنم. یعنی رفتاری که طالبان با مردم افغانستان کردن یعنی چی؟ یعنی با دولت افغانستان، با رژیمی که سابقا بر سر کار بود 20 سال این رژیم با اونها رو بمباران کرده بود. 20 سال کامل با 42 کشور، با نیتو و امریکا. اینا که اومدند
چنان عفوی رو اعلام کردند که ما جز از پیامبران کس دیگه نشنیدیم، جز از یوسف و محمد صلی الله علیه السلام و صلاح الدین ایوبی رحمه الله، از کس دیگه نشنیدیم در تاریخ جهان، در تاریخ بشریت کسی نشنیدیم. و بس این دلیل بر خشونت نیست، این دلیل بر رحمته. و خب ایشون ایران هستند، در ایران تبلیغات بر علیه طالبان بسیار زیاده، شکی نیست، و در همه دنیا زیاده، بلکه دنیا حاضر نیست یک وجب خاک و در زیر سایه اسلام ببینه، بلکه اون موقع کارتونی بودن خودش مشخص میشه. بریم جلوتر. من عکس خودم در ضمن میذارم برای که خسته نشید. خب آیا هیچ شباهتی به اسلام رحمانی و محمدی ندارد؟ آیا بخشش دشمنان شباهت به اسلام رحمانی نداره؟ آیا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی که اومد گفت اذهبوا انتم طلقا، برید چون آزادید همتون، همونی که با پیامبر جنگیدند. طالبان وقتی که اومدند نه فقط مردم خودشونو، رژیم سابق را، بلکه به همه نیتو همه گفتن ما کاری با شما نداریم. از این بالا این شباهت نیست، بس چیه؟ اگر این شباهت با اسلام رحمانی نیست بس چیه؟ اما اونه که فرار میکنن، خائن خائفه، تازه همینه که فرار میکنن میگن بفرمایید ما کاری با شما نداریم. آیا خمینی چونی کرد؟ نشانه واضحش آن است که پیامبر خدا چون پیامبر بزرگوار اسلام مکه را فتح نمود، چنان رفتار محبت آمیزی با بت پرستان از خود نشان داد که به قول قرآن مجید یدخلون فی دین الله افواجا، آنها دسته دسته در دین خدا وارد شدند. ولی شما ای برادران به محض آنکه بر شهرهای افغانستان مسلط شدید چنان چهره خشنی به مردم مسلمان نشان دادید که یخرجون عن افغانستان افواجا. نه، این قیاس مع الفارقه. عذر میخوام، من ایشون رو به مثابه استاد خود میدونم، برای که چند بار در خطبه هاش حاضر شدم، در درسهاش، در خطبه هاش، کتاباش رو خوندم و بسیار به شما احترام قائلم. لیکن این قیاس مع الفارقه. اینایی که یخرجون عن افغانستان افواجا، دست دسته از افغانستان خارج میشن، اینو به گردن طالبان نباید گذاشت. این دو علت داره. یک علتش خائنان و خائفند که فرار میکنن. دومی که اگر ایران و افغانستان و همچنان که وزیر خارجه سابق وزیر داخله پاکستان گفت نسبت به لاهور، نسبت به پاکستان، حتی هر کدوم از کشورهای خاورمیانه رو اگه درشو باز کنید، با این امکاناتی که امریکا و غرب داره، اگه بگم 70% 50%ش میگیرن بیرون، خیلی طبیعیه. تازه اینو به گردن طالبان انداختن برخلاف انصافی است که ما از شما سراغ داریم. این انصاف شما، از انصاف شما بعیده و از بزرگمنشی و دقت شما هم بعیده. خب شما در همان آغاز پیروزی بسیار روزنامه‌های خبری افغانستان را به تعطیلی کشیدید، مبادا اخبار کارها و سخنانتان را به دنیا گزارش دهند. مثال کدوم روزنامه ها رو؟ خود اونها که این حرف تکذیب میکنن، خود اونها این حرف رو تکذیب میکنن. من خواهش میکنم اگر آقای نعیم یا آقای دکتر نعیم یا آقای استاد مجاهد اگر این برنامه رو میشنوند، این موضوع رو جواب بدن که آیا واقعا روزنامه رو تعطیل کردن؟ تلویزیون‌های شیعه ها هنوز کار میکنه، تلویزیون‌های سابق رژیم هنوز کار میکنه. بله. ولی پیامبر بزرگ اسلام پس از هر سخنرانی مردم را تشویق می‌فرمود که حاضران اخبار و سخنان را به غایبان برسانند و میگفت فلیبلغ الشاهد الغایب. اون راجع به دین بود، راجع به دین، راجع به احکام خدا، چون که در کتاب سیره و سنن به فراوانی اومده. درسته؟ در هنگام فتح مکه پرچمدار مسلمانان یعنی سعد بن عباده دچار احساسات تند شده، فریاد برآورد الیوم یوم الملحمه، الیوم تستحل الحرمه، الیوم اذل الله قریشا. امروز روز خونریزی است، امروز
حرمت شکنی حلال می گردد. امروز خدا قریش را خار می کند. به محض آنکه سخن سعد به پیامبر رسید بلافاصله فرمود الیوم یوم المرحمه الیوم اعز الله فیه قریشا. امروز روز مرحمت است، امروز خداوند قریش را گرامی خواهد داشت. سپس دستور فرمود که سعد بن عباده از پرچمداری برکنار شود، چون که واقدی در کتاب مغازی جلد دوم صفحه 823 آورده. واقدی که کتابی پر از احادیث موضوع و دروغ که ابن تیمیه مسخرش میکنه با احادیثش با روایتهاش. لیکن اینکه سعد بن عباده رو بیرون کرد یا نه نیاز به تحقیق داره. لیکن کار خوبیه، چون کاری کرده انسان باید ازش سرمشق از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سرمشق بگیره. لیکن آیا الان از فرماندهان طالبان کسی چنین کاری کرد؟ کسی شهری رو مثلا خونریزی کرد؟ اگر مقصودتون مثلا پنجشیر باشه حقشون بود. پنجشیر اگر طالبان در به جنگ پنجشیر نمی رفت، یک جنگ سوم، یک فتنه سوم در افغانستان شروع می شد که 20 سال 30 سال دیگه اونجا دوباره آتش فتنه روشن شد. بنده از روز اول آقای احمد مسعود رو نصیحت کردم، کلیپ براش فرستادم برای عموم یعنی و این. اما اون یهودی و صهیونیستی که پهلوش بود براش تاییدش میکرد و بقیه خائنان به اسلام و به افغانستان اونو کشوندن، بالاخره فعلا فرار کرد رفت تاجیکستان. همونو که پدرش رو کمک کردن و شکی نیست یکی از اونها ایران خائنه. کدوم فرمانده افغانستان مثلا شهرهای افغانستان کسی که اسلحه بر نداشته تسلیم شده خونریزی کردن؟ جز خونریزی اهل حدیث که اون هم طالبان اونو از خودش دور میکنه، میگه ما نیستیم. آری اسلام خشونت بر مردم را روا نمیدارد، کاملا درسته. قرآن کریم در خطاب پیامبر میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. بسبب رحمت خداوند بر ایشان نرم خو شدی، بر یارانت. اگر خشن سخت دل بودی از پیرامونت فراکنده میشن. این راجب یارانش نه راجب دشمنانش. راجب دشمنانش اشداء علی الکفار. من میترسم که در آینده طالبان چون بر امریکا و نیتو سخت نگرفتن میتونستن اینا رو نگه دارن که پولاشون بلوک نشه. لیکن اجتهاده، اینا مثلا اجتهادیه. یعنی تا اینکه افغانستان رو دوباره در شعب ابی طالب گیر نکنن، دوباره افغانستان رو محاصره اقتصادی نکنن، از گرسنگی نکشنش. سختگیری در دیانت به طور کلی روانی است، کاملا درسته. زیرا در اسلام در قرآن مجید به آسانی وصف شده ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خدا در این دین بر شما هیچ سختی ننهاده. درسته. این سختی در این مورد نیست. این سختی رو بنده روز اول تذکر دادم. این سختی در یک مذهبی است. وقتی شما یک مذهب رو رسمی میکنید این حرج بر مردمه، سختگیری بر مردمه و خداوند چون سختی نخواسته. این آیه شریفه یک اصل کلی را بیان میکند که بر تمام احکام نظارت دارد و هر جا که حرج پیش آید دخالت میکند و به تخفیف پیش میاد. کاملا درسته. خدای تعالی میفرماید یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا. خدا میخواهد به شما تخفیف دهد زیرا که آدمی ضعیف آفریده شده. به همین اعتبار پافشاری در تعزیرات جایز نیست. درباره حدود هم مبالغه نباید بود. کاملا درسته. الحدود تدرا بشبهات. اصلا قاعده فقهیه که با کمترین شبهه حدود رفع میشه. بله. کاش که این حرفا رو درندگان و چرندگان ولایت فقیه میشنیدن. به همین اعتبار پافشاری در
تعزیرات جایز نیست و درباره حدود هم مبالغه نباید. درباره تعزیرات امام مسلمی میتواند مجرم را از تعزیر معاف بدارد، به دلیل آنکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اقیلوا ذوی الهیئات اثراتهم الی الحدود. جامع الصغیر اثر سیوطی صفحه 53. البته از لغزش های اهل دیانت درگذرید مگر در حدود. بله، کاش که صحت سقم حدیث هم ذکر میکردن، چون جامع الصغیر سیوطی بدون تحقیق احادیث زیادی ضعیف و غیر ضعیف داره با هم. یعنی از این رو در فقه شافعی تعزیر واجب نیست و جایز است که امام آن را ترک کند هنگام که به حق کسی آسیب نرسیده باشد. خب اینجا اینا میگه ما حنفی هستیم. مشکل اینجاست، یک مذهبی کار رو مشکل میکنه. حدود هم به کمترین شبهی باید متوقف گردد و عقوبت از متهم دفع شود، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده ادروا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبیله فان الامام لان یخطئ فی العفو خیر من ان یخطئ فی العقوبه. التاج جامع الاصول جلد 3 صفحه 36. تاج کتاب جامعیه لکن همه احادیثش صحیح نیست، اگرچه کل این موضوع درسته، لکن کاش که سند حدیث هم صحت و ساقش هم ذکر میشد، برای که امروز خیلی آسونه، فوری آدم گوگل میزنه نشون میده. تا میتوانید کیفرهای شرعی را از مسلمانان دفع کنید و اگر گریزگاهی برای متهم وجود داشت رهایش سازید، زیرا اگر امام مسلمانان در کار عفو به خطا افتاد بهتر از آن است که در کار عقوبت خطا کند. من میترسم کلیپ هایی را که بر علیه طالبان پخش شده دست ایشون رسیده، ایشون باورش کرده، چه بسا که این کلیپ ها مال 20 سال قبل باشه، مال دوران قبل که طالبان به منهج دیگه ای بودند، بر منهج سختگیری بودند که اشتباه بود واقعا، و یا اینکه ساختگی باشه. ملاحظه فرمایید این همه تخفیف در قوانین کیفری اسلام وجود دارد، پس ما به جای آن که در کمین باشیم تا مجرمی را بیابیم و او را عقوبت کنیم باید بکوشیم تا جرم از میان برود. آفرین بر شما. این نظر عالمانه، این نظر فقیهانه، و این کار بیشتر از راه توسعه فرهنگ و اخلاق میسر می شود، نه صرفا از راه خشونت که جرم را نابود نمی کند بلکه به پنهانی می برد. کاملا درسته. بنابراین چرا ما خبر میدهند که طالبان بیشتر از ترویج اخلاق عمومی به تهدید مردم میپردازند و از شلاق و اعدام سخن میگویند؟ نه، اینا درست نیست. اینا تبلیغات همش. چرا؟ امر دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد زنان است که بنابر اخبار واصله شما آنها را از تحصیلات عالیه محروم نموده اید. امکاناتش نیست. الان امکان نان خوردن نیست، تحصیلات عالیه به جای خودش. همین طالبانی که میگن که زنان ممنوع تحصیل کردن، همینا تازه در دوره قبلش من از مفتی پاکستان که امام این هاست، مولانا فضل الرحمن، شنیدم که اینا 60 یا 600 الان در این لحظه یادم نیست مدرسه دخترانه فقط داشتن، لیکن تبلیغات برایشون زیاده در اون دوره. تازه الان که اعلام کردن که آزاده، فقط منتظرند که فرصت پیدا بشه که دانشگاه ها رو جدا بکنن و این کار خوبیه. کبریت و باروت یک جا گذاشتن کار درستی نیست. ایران رو ببینید سیغ خونه شده. امر دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد زنان است که بنابر اخبار واصله شما آنها اولا اموری رو که شارع اسلام نهی نفرموده چرا باید منع کرد؟ درسته؟ آیا این امر خود بدعتی ناصواب به شمار نمی آید؟ در کدام آیه یا حدیث تحصیل علوم تاریخ و جغرافیا و ریاضی و فیزیک و شیمی و امثال بر زنان حرام شد؟ نه خیر، حرام که نیست بلکه واجبه، بلکه تحصیل علم بر زنان واجبه همچنان که بر مردان واجبه. ثانیاً مگر در حکومت اسلامی نیاز به پزشک زن وجود ندارد؟ مگر نیاز به قابله به رضایمان زنان نیست؟ آیا به روانشناس زن نیاز نداریم؟ آفرین. آیا نیاز به حقوقدان زن وجود ندارد؟ چه عیبی دارد که برخی از زنان مسلمان داروشناسی بخونند یا روان پزشکی بدانند؟ چرا حلال خدا رو حرام میکنید؟ نه، اینا حرام نمیکنند، امکانات نیست. این ملت الان 3 ماه حقوق نگرفتند. 20 سال دموکراسی امریکا جز فقر و فحشا و بدبختی چیزی نیاورده. یعنی این تحمیل ما لا یحمل بر طالبان درست نیست. اگه مثل خمینی بود وارث یک تاج و تختی شده بود با میلیاردها دلار، بله، تازه پولاشون امریکا بلوکه کرده،
چرا این عذرها رو براشون نمیتراشید؟ شما انسان دوراندیش هستید. تشکیل حکومت اسلامی تنها بر پایه پیروزی به وسیله اسلحه آتشین و فتوای یکی دو تن مولا ممکن نیست. لازم است بنا به مدلول آیه شریفه امرهم شورا بینهم، کاملا درسته، از علمای برجسته اسلامی در جهان دعوت شود، علمایی که آشنا با مسائل اجتماعی اسلام و آگاه از اوضاع جدید دنیا هستند تا در طی سمینارهایی که در افغانستان تشکیل گردد راهنمایی لازم را برای پاداشتن حکومتی که از کمال عدالت برخوردار باشد ارائه دهند و در نتیجه بتوانیم در دنیا با سربلندی زندگی کنیم. این حرفا یک دلسوزه و در آخرت رستگار باشیم، زیرا همه پیامبران الهی برای اقامه عدالت در جوامع بشری برانگیخته شدند. خب بنده روز اول اگه یادتون باشه دوستان همین حرف زدم که از علمای جهان اسلام دعوت بشه که خداوند فرموده لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صدق الله العظیم. ایران تجریش مصطفی حسینی طباطبایی. بله خدا خیرشون بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نامه است بسیار عالی، خدا خیرشون بده. و دوستان دو سه دقیقه اجازه بدید و برمیگردم. آن شمع کردستان حامی قرآن روحش گرفتان در جمع پاکان روح تو خندان شکرهای بهاری مولانا عبدالعزیز الله یاری آن خدمت و اخلاص آن یادگاری حب تو در دل چو دریا جاری میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه صد ناله و از قصه جانکام رفتان ربیعی آن فخر کرمانشاه شد بهر دین قربان کنیم چو عثمان صبری بده رد در سوگ یاران میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. دعوت عیسی و موسی و محمد یکی است، دعوت توحید، دعوت اسلام، خداپرستی تنها. ای یهودیان، ای مسیحیان، ای مسلمانان، ای شیعیان، ای سنیان، بیایید این شرکه ها را دور بندازیم، تنها و تنها به سوی خدا برویم. حرف شیعان دینی رو، کلاشان امامتراش و کارپرتراش رو دور بندازیم. مسلمانم و با شهامت غیرت و جرأت و هم شجاعت این هدف در ره دین و ایمان عاقبت یا ظفر یا شهادت عاقبت یا ظفر یا شهادت این حقیقت بدان ای مسلمان.
بله، با عرض سلام مجدد. آقای فاروق، من اهل سنت هستم، شما رو هم خیلی دوست دارم. چرا چی تو خیابان با خواندن کلام خداوند بدون قاضی و بدون دادگاه طالبان جنایت میکنه و باعث بدنامی اسلام میشن، شما هم از آنان دفاع میکنید؟ از خدا بترسید. این هم سندش کو سندش؟ من فکر نمی کنم شما اهل سنت باشید. برای اولین بار که شما رو میبینم، ولی اگه مشکل من مردم نه ازش. خب جنایتاشون چیه؟ به من بگین. شما که پاک کردید، خودت اونجا که نوشتی پاکش کردی. این که این اطلاعاتی بیاد بگه من فاروق من فلانم بعید نیست، ولی شما سند به من بدید. سندش چیه؟ سند جنایتاشون چیه تا ببینم راسته یا نه. ادعا که هر مستی میتونه ادعا کنه. برای اولین بارم داری پیام میدید. من روش اطلاعاتی هم همیشه اینطوریه. از اول ما سنی هستیم، ما سلفی هستیم، بعضی هاشون میگه ما هدایت شده هستیم، بعضیش فحش میدن. این مصاحبه زنده ذبیح الله مجاهد سخنگوی مجلس در تلویزیون پیام افغان مربوط عمر خطاب. خب این که فیسبوک عزیز، ببینم میاد یا نه. پیش من نمیاد. این شما فقط فرکانس پیام افغان فرستادید. لینک مصاحبه رو برای من بفرست. لینک خود مصاحبه رو. آقای محمد افغان. آقای سامان از بلوچستان. منزل خواهری که چند وقت پیش توسط شهرداری زاهدان تخریب شد، خاطر خیلی از مردم را جرحیدار کرد. اکنون اما خیران منطقه در حال ساخت یک منزل مستحکم برای این خواهر هستند. خدا خیرشون بده. این لکه ننگ شهرداری زاهدان تا ابد در پیشانیش حک شده. اونا افتخار میکنن. شهرداری آقا نه قلم در دست دشمنه، بلکه اسلحه در دست دشمنه. اینا در مسئولین دولتی در مناطق سنی نشین افتخار میکنند که خانه سنیان خراب بکنند، افتخار میکنند اینا رو بکشند، افتخار میکنند که مالشون رو بدزدند، بلکه در دلشون جان و مال و ارز سنی پیشون حلاله. این حرفای دروغینی که این مولا و اون مولا میزنه باور نکنید به خاطر دنیاشون. بسم الله الرحمن الرحیم. 20 مهر ماه 1400. یه همین قصد که خرابش کو بشمه گوهاره و شما مردم کمک کو الحمدلله خار همین اندازه که جفته یک لحظه خاموش کرد، یک لحظه خاموش کرد و من واقعش اشما بنوتي براس بوهارة تشك وهميش كجند كار شروط إيطاليا كني وطاق يا سري سرارش خرابكو دل تنادي شيء مش كوماكش كورتا أولي كزبان شريك متمر تشكرك إني شفته دل الله سبحانه وتعالى. کاش که فارسی می بود که بهتر بود. خدا خیرشون بده. به هر حال اینم سندش. آقا کلیپ که هر کسی میتونه درست کنه، ولی سندش چیه؟ شما نمیاد. آقا این سندی هم که شما فرستادید دانلود نمیشه. این سندش چیه؟ توضیح بدی سندش چیه؟ اینجا دانلود نمیشه. زدم ایناش هم نگاه بکن ببینید. ایناش نمیاد. اگه راست می بود می اومد. بله. نه کسی به خدا یک شهروند سنی هستم، خب اشکال نداره. شیعه می حرف بزنه راست باشه باید قبول کرد، ولی چون اطلاعاتی هایی از این با این منطق میان من زود باور نمی کنم. لیکن به هر حال این کلیپ شما نمیاد. دوباره بفرست، شاید
یه جور دیگه بیاد. تکبر در آموزش علم دین، استاد محمد معروف راسخ. همین تکبر بسیار خطرناک است. این میاله بعضی پاهنده و اینا داره نمیفهمن قرآن، پروفیسورا، پوانوالا، استادات پر است بسط ها تا خودشان میگم میفهمه که من نمیفهم درس نمیاد بیکار آمد قرار اونجا ششتمه چی میکنم میال کل استادا بیکار شد چرا نمیام میگم من خوب پاهان شده من چطور برم در اینجا ما خوب پاهنوال شدیم ما خوب پاهندوی شدیم ما استاد پانتون هستم استاد پانتون که شد همه کارش حالا تو استاد پانتون استاد چیستی استاد فیزیک حالا فیزیک خو یک فن است انجینری یک فن است ما که مریض میشم خیمام بگم ما عالم قرآن هستم هیچ پیش دکتر نمیرم خودم تداوی میکنم میکنم این کارا نه اونمو دکتره که خودش خوردم دست آروم میشم قرآن نخوام پیش اون میرم اون مریض شدن جدید اون میبینم تداوی میکنم نسخه داد ادایت میکنم استم میکنه ایره بگیم تو بخون این بچش دومی تاریخی که میگفتم همونطور میکنم ولی فهم اصلا فرق میکنه علم قرآن فهم قرآن حدیث قرآن شدیم تکبر ما اصل که در اینجا آمد هیچ چیز نشده در انجینری داخل شد انجینر سر در طب داخل شد دکتر سر حتی محصلین نمیان میگه من دکتر هستم میگه من انجینر هستم من چطور اینجا در این مسجد برم پیش مولوی سر بازیگم تاش میگمش که این مولوی خالی نیست استاد پانتون است خب خیلی هم میریم پیش اگه مولوی خالی میبود نمیرم یک تاش من گفت که ما تو را دوست داریم استاد هستی اگه ما پیش هر کس نمیخوانیم گفتم این فکرت خرابه هر کس مسلک خودت داره قرآن میفهمه برو پیشش بخوان حدیث میفهمه بخوان بعضی کسا گفتم از مکه شاید در حدیث بسیار پیش باشه پیشش بخوان همین شیخ صاحب عبداللطیف ماشاءالله از یک پروفسور پیش از او در بخش حدیث نمیرسه بیا بخوان پس اینجا بله آقای عزیز این کلیپ شما رو من با موبایل دیدم خب شما داری علنا دروغ میگید الان دیگه نمیدونم اسم تو چه بذارم این را نوشته جبهت النصره اصلا نوشته خود کلیپ نوشته جبهت النصره جبهت النصره در سوریه در چه ربطی به طالبان داره یا دروغ میگید یا چنان بی عقلید که عقلتو تسلیم کلیپ ها کردید نوشته روش جبهت النصره در سوریه آقای محمد باقر از سنندج دکتر متن پروتکل ولایت یا فتنه دجالان قم و تهران مرکز شرک و بدعت را برای صدور انقلاب اسماعیلی به جهان ترامو منتشر این را سال 98 من منتشر کردم به فارسی به عربی به انگلیسی نقشه 50 ساله ایران به این عنوان منتشرش کردم آقای موحد بله آقای عبدالله از بوشهر در حال سجده از دنیا می رود کی؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. یک عالم شیعه رو یک مرجع شیعه رو پیدا کنی که در حالت نماز بمیره در حالت وقتی میمیره شهادتین بگه
آقایی که دروغ گفتید هنوز جواب ندادید. خب دوستان، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. کلیپ هایی که براتون تهیه دیدم، اولین علی و صحابه پیامبره، بعد مراجعات، جلسه هشتم، بعد تصوف، بعد حقوق زن و رد شبهات در این مورد، بعد اسلام ایران، بعد سیره پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و پیشگویی های انبیا راجع به پیامبر اسلام. از الان تا اگه خدا بخواد تا 6 صبح وقت لندن. به هیچ فردی از مخلوقات، چه پیامبران و صالحان و ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا